برادران اهل توحید، البته که من بله اوضاع خودم خاموش کردم، خواستم که کمی صحبت کنید که فهمیم مسئله چی شده است. مسئله برادر همین بود. من مسئله را برای چی من در حیات همین نمی نوشتم. یک سال زیاد چی من گروه میدونم یگون بار نمی نوشتم که گمراهی یعنی که محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه را فقط میدرومدم وهابیه، بعد میگفتن ابن تیمیه را، بعد میگفتن سخن از ابن تیمیه که سخن میگفتی رد میکردن. و این یک گروه درومدم یک موعظه کردم. ابو حنیفه برآمد حتما یعنی که یک جا بحث کرد و گفت که اینا عبدالوهاب محمد ابن عبدالوهاب گفتگی باشه که تیاق من از رسول الله بالا های در این سخنش باید کفر میشه و اندکی ما او کافر نمیگیم. اینا همه خیلی چیزا گفتن و در دل ما شک انداختن و اکی مسلم ما گفتم من پگاه یک موضوع میکشم من تر دعوت میکنم همین برادر کی مرا بالا کرد خودش اینا من زوک شما میکشم اینا خودش صحبت کنم این انسانی که من قطعا بحث کردم. جواب زن ابو حنیفه السلام علیکم جاهلکا. اینا یکم صحبت شما کردن. خب سلام درونه. ما دروغگو نیستیم، مقصد ما همه حنفی ها راست میگم، جاهل میگم. خب گوش کسان، من ترا گفتم استاد تا دعوت که کدی صحبت میکنم هم خبر. خب من گفتم که محمد بن عبدالوهاب میگه که عصای خیر من محمدین. خب من گفتم اینا کی ده اعتراض داره؟ حتی یک وهابیت هم یک پیروی همون هم چیکار کرد؟ قبول کرد و گفت که مقصدی با ما محمد بن عبدالوهاب این نبود که پیای یعنی که تیاقش چی ای پیامبر بالاه، بلکه مفیدترش ببین بسو بله بسو سلام الله المستعان به ادبی نکن. الله المستعان به ادبی نکن. وقتی یک از گپ نکن، میگویی وقتی که یک از گپ میزنه به ادبی نکن. الله آشکار و واضح در حق سخن وقتی که یک از گپ دست در مورد گپ یک از نبرو از قدم برادر یک لحظه ادب خیلی رعایت میکنی. کی ادب میگی برادر وایس اکی شیخ یک لحظه هم به ادب نشه. اکی وایس حاضر من اگر زوک تر بزنم یا خارج میشه یا که میگوی که زوک ما را زده همه خیلی نغمه کردن برای من نمیخوام بکنم زده گوش کن. گپ من زنم همین اکی الله المستعان کی همین گفتم که به ادبی نکن. خب ادب کمتر رعایت یک انسان گپ دست در حین گپ زدن یک انسان به ادبی نکن. بسیار هنگوس نزن. ادب همین است که وقتی که شیخ الاسلام رو طعنه زدی صفحه بگو نومی کتاب اسلام همین شیخ الاسلام خودش چی هست؟ همین کلمه هنگوس نزن وایس هنگوس نزن. شیخ الاسلام اصلا کی گفت از شیخ الاسلام محمد عبدالله بیترا؟ وایس کی گفت از هنگوس نزن؟ محمد ابن عبدالوهاب در نزد تو کافر است. چی تو شیخ الاسلام میگوی؟ ببین وایس هنگوس نزن. همه گروه دلخراش نکن. من به ابو حنیفه سوال کردم. من به تو هنگوس معلوم است. تو سوی ادب در همه معلوم است. بله عقیده ما معلوم است. تو همه جا درو مدی همون قدر صبر نداری همون قدر صبر نداری ابو حنیفه گپ شپ زنه. صبر کن. هنگوس نزن. سوال همینجاست که به ابو حنیفه سوال است که با تمام احترام وقتی سوال گپ زدید شما چه فقط به ادبی همین است. ببینید شما خودتون صحبت کنه. ببینید محکم بکنید. کسی که گپ ببینید به ادبی گفتم او کی میگه؟ کسی میگیم که صداش مثل هنگوس است و میگوید که شیخ الاسلام ابن تیمیه گفتن که ببینید شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب گفتن که گویا که یک توقع یک همون عصاشون برتر از این باشد و اون باشد. سوال همین است که همین در کجا گفتند؟ اگر مرد باشی صفحه نام کتاب رقمش بگو. انا این ما ادب میگیم. به ادبی نگرفتن این ادبی است. پیش همین هنگوسکو نگرفتن به ادبی است. صفحه رقم نام کتاب بگو. اگر ما بگو واقعا بچه خب نکنه احمق. نگاه که
محمد ابن عبدالوهاب گمراه شماها در کتاب خب که بچه وقتی تو گپ زدی زو گوره زدن و گپ نزده اکش حق به حق داد نرسه بیان که کتاب بگو بیان بکن مگه کی عصای خیر من محمد خب الفتوحات الاسلامیه جلد 10 صفحه 206 الی 269 خب اینا چخیل این یک جمله الی 262 بود است؟ چخیل یک جمله در چند صفحه بود است؟ خب یا 206 یا 269 قسم با الله دروغ میگویی نام این کتاب که همین کتاب کی نوشته گه همین کتاب صاحبش که بگو همین نام کتاب که خندم میگیره به ترک تو گفتی مرد باشی صفحه کتاب بگو خب من مردم صفحه کتاب گفتم تو مرد محمد ابن عبدالوهاب بگو کتاب ما این مقوله رو خوب میدونیم تو بگو که کدام کتاب محمد ابن عبدالوهاب است این کتابی که تو میگویی کتاب محمد ابن عبدالوهاب نیست شرمنده ای نام ابو حنیفه رو گرفتم اونجا شرمنده میکرد همین کتاب مؤلفش بگو همین کتاب مؤلفش مقابله کی شو کی نوشته است من گوسک یعنی بگو کتاب الدرر الثانیه صفحه 41 چخلی ببین من درر الثانیه صفحه 42 مجله یکم عذر توبک شده میخونم گوش بکن كثيرا ما يتغني الروافض محكم بكذا حركة كثيرا ما يتغني الروافض وبعض الصوفية بهذه العبارة أو بهذا العبارة ويقولون أن شيخ محمد بن عبد الوهاب كان يقول هذه العبارة ويطلقونها هكذا بغير مصدر أو مرجع يذكر هذا الكلام عن الشيخ بل تقال هكذا لمجرد التشنيع والساق هذه التهمة باطلة بالشيخ وللدفاع عن الشيخ رحمه الله تتبعت گفته میبرن و در کتاب الدرر الثانیه مجله یکم صفحه 42 ببینید و في حديث عن محمد بن عبدالوهاب من صفحه حتى ان بعض اتباعه كان يقول عصاي هذه خير من محمد لانها ينتفع بها في قتل الحية ونحوها ومحمد قد مات ولم يبق فيه نفع اصلا فالدحلان الصوفي معروف موقفه من الدعوه السلفيه این سخن الدحلان الصوفي گفته است ببینید این سخن دحلان صوفی گفته است در کتابی الدرر الثانیه مجله یکم صفحه 42 این سخنی صوفی ها را علامه های نجد ذکر کرده رد زده ایستادند خیلی که من و شما یک سخنی که سخنی امین دولا حکمت الله مشرک گفتیم رد زدیم که سخنی این مشرک من گفته رد زدن معناش اینه که من گفتم این سخن ذکر کرده رد زده ایستادند بیچاره ها شرمنده ها این چه کتاب خونی است اعوذ بالله این سخنه بار دیگر تکرار میکنیم همین سخنی که گفته است که عصای من از محمد بهتر است من به عصایم تکیه میکنم اینو آن این سخن صوفی دحلان یک دحلان صوفی میگوید کتابشون به کتاب درر الثانیه به علمای نجد ذکر کرده این به رد میزنن شما عدالت همه جا اومدی کثافتی کردی به عدالتی در همه جا جوری کردی اگر تو اومدی ترا اینجا عدالت این بچه یکون کسی محکم نمیکرده همه خدم کثافت آوردی ایال به ادبی از دیگر طرف این بچه این فرمان داده که محکم که اوضاع شو گوش کن تو کذاب وقتی که میای در اینجا در مناظره هستی برای چی یک کس تحقیر میکنی برای چی تحقیر میکنی جواب چه با تو جواب گوش میکنی جواب بله جواب ترا گفته ازم برای چی که تو وقتی در پیش یک کس مناظره میخوری کنی تو تحقیر میکنی برای چی تحقیر میکنی خاموش باش جواب بده برای اون که کسی که ببین کسی که بدون تحقیق می آید محمد ابن عبدالوهاب شیخ الاسلام علامه رحمه الله رو طعنه میزند و دروغ میگوید از نامش این مستحقی به ادبی است انا این که ما به ادبانه صحبت باید بکنیم برای چی برای اینکه ببینید یک صفحه خونده از درونش سخن شیخ و سخن مخالف جمع کرده نمیتوانید شما هنگوسکو الله هدایتتون بکنه داخل ببین شیخ الاسلام در کتابش صدها مراتب سخنهای مشرکین آورده رد میزند هر بار ما این سخن به ابن تیمیه نسبت نمیدیم اخیر این سخن من و شما هم بسیار آدم هست که سخن مشرک میگویم رد میزنیم من انا کتابک شدم دروغ میگن کذاب اخیر شما که ما چخیل به ادبونه گفتید کذاب میگه دادم تهمتگر میگه
شما بیاید محمد ابن عبدالوهاب آذری گوید، بعد از این اساس بهتر بود گفت گوید. ما تماشا کنیم شما دروغگوی کذابه. نام کتاب گفته سر کتاب محمد بن عبدالوهاب نوشته گیم کذاب. برادر جان انا یک بار دیگه السلام علیکم. من همور از او که برای چی میزنم برادر؟ تو گمان نکن من برای که تو خاموش کنم یه صحبت کنم نبود. من از وقت برای آن زدم که این صحبت چه بود کنم مردم بفهمه چی میگه و تو را باز میکنم تو خودت پایان میفروی و مردم در شک میاندازی. من اون برادر من شما میگم پیش اینو به یگان وقت ذره حرکت نکنید که عدلتون دربارش صحبت کنید، آداب صحبت کنید. وقتی که اینها میبیاد تا رسول الله این خوارجو همه تکفیر میکند، بعد از این اینو نگوید که شما صحبتش من محکم کردم به خاطر این. صحبت اینو باید محکم کرده شد برای اون که تو وقتی که من در اومدم اینو صحبت میکرد که ما فقط در اومدیم دروغی اینو بیان کنیم. من اکنون به شما میگم که همین صحبت کی گفتگی گوش بکنید. همون دهلانی که گفتیم صوفی دهلان میگوید و بعد از این علمای اولا این کلام صوفی دهلان است و سید محسن الامین از علمای شیعه رافضه در کتابش کشف الارتیاب صفحه 127 انا همین سخن میگوید که انامین محمد ابن عبدالوهاب گفت از هوا فقط. این به خاطر چی گفته شده است؟ این طعنه، این تهمت به شیخ الاسلام ابن تیمیه بگویم بار دیگر به شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله به خاطر طعنه، به خاطر پیشگیری کردن دعوتشون، منتشر نشدن توحید، به خاطر قبوری ها از ترس این طعنه کردن که مسلمان ها گوش نکنند. انا میگم دیگه یگان جوبه یگان نفر از علمای اهل سنت و الجماعت این کسی نگفت. پس بر چیکار میکنه؟ خود صوفی ها این گپ گفتن، قبوری ها گفتن، با اومده محمد ابن عبدالوهاب به نسبت میدن. اما در مسئله این که انا همین اویس گفته باشد یا کسی دیگر گفته باشد که محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله عذر المشرکند، کنی یک سخن محمد ابن عبدالوهاب بیار، همین سخنی که گفتند ما تکفیر نمیکنیم کسی که صنم عبدالقادر چی میکند عبادت میکند، ما تکفیر نمیکنیم گفتند. همین کدام کتاب بگفتند، کدام صفحه بگفتند، بیار من جوابش نبیروش نه جوابش میگم اگر دروغوی کذاب نباشه. گوش کن که حسان دیگه در اینجا صحبت نمیشه، چون که وقتی که آواز من محکم میکنی و یک انسان یک ساعت گپ میزنه، البته که معلوم است که وقتی که من در اینجا سر میکنم به استدلال کردن و دلیل آوردن محکم میکنی و منم بیرون میکنی. به این خاطر این صحبت به مثل صحبتی که پیشتر شدگی بود همون خیلی شد. وقتی که این یکم چی نشده این آخرت صحبت کنید، یک ساعت صحبت میکنید، 2 ساعت صحبت نکنید، صحبت کن تمام اینا گفت تمام. برای من گفتن چند بار آواز منو محکم کردی برادر؟ من برای به خاطر چی محکم کردم؟ برای آن که این حضرت صحبت کرده سه تا در بینش صحبت میکنی، صحبت نمیفهمم. برای من بگو چند بار حق فهمیدنه، اینا بیان کن. تمام برادر، مقصد حق بیان کردنیه، گپ هرس نه برادر، مقصد گپ حق بیان کردنیه، بیان کن. اینجا صحبت عادلانه میرفت که مثال آواز یک انسان نزده و یک کسی گپ میزد، بعد دیگر صحبتش میموندی که گپ میزد نوبت خطی، این مسئله معلوم بود. لیکن من اینجا 5 بار زوید آواز من زدگی محکم کردگی که وای گپ زن میگه، وای مشرک میگه، فلان میگه، اعلان میگه، من گپ زن نمیتونم. بنابراین این مسئله حل میشه در وقتی که در نزد یک بگیم کامنته اهل سنت باشیم، یک کامنته که عدل را انصاف رو میدونه. اینا ببین واضح گفته است، دهن خودش قطعی گفته است که اینا را باید که آوازشون محکم کنی. دیگه قطعی این چی گپ زدم من؟ به همین خاطر بیاین در یک کانال اهل سنت و جماعت بریم. نگوریز شرم بدار، گپ زدم خاموش شدم. منم پیشتر گپای دروغ به جواب. برای چی گفتی که اینا را آوازشون باید محکم کنی؟ برای اینکه شما بسیار گپ زدید، من در اومدم من ابو حنیفه به جواب داده شدم تو قمرا شدی. از آداب نیست، شما بی آدابا به صحبت همراه میشین. ابو حنیفه گپ زد من جواب دادم، تو هنگوسه که کی گفت که قوتی مو به در آخر کانتر صبر کن، صبر یاد گیر بی آداب. گپ زن اوزری گپ زن اكو گپ زن اكو نوبتی تو اومد. ابو حنیفه کذابت گرفت، اكو نوبتی تو 5 دقیقه ان شاء الله دور نمیری. بسم الله بفرما. همین روایتی که از محمد ابن عبدالوهاب کردی، نام کتاب بگو، صفحه بگو، بعد از این من به تو جوابش بگم. انگوسک ببین باز من میگم که این انسان قطع صحبت کردن نمیشود
چون غیرت نداره صحبت کنه، تحقیر قطعی و میگه غیرت نداریم. ببین وقتی که ابو حنیفه که من صحبت کردم تو همراه شدی، من به تو گفتم که همراه نشو، من قطعی ابو حنیفه صحبت دارم. ابو حنیفه یک سخنی دروغ شاخدار گفت، من خواستم که جواب گویم، آخر تو چرا داخل شدی؟ آداب نمیدونی؟ رفتیم در یک کانال اهل سنت صحبت میکنیم. تو رفتیم گویم من رفتم میگم تو عقل داری، تو کجا میری؟ بیا گپ زنم اینجا. کوهی اگر بهانه گرفتن نباشد، اگر این بهانه گرفتن نباشد همینجا صحبت کنیم. بهانه گرفتن باشد دوست برو بگیریز بوکی نداره. ما بسیار از تو انسانی بی ادب، از تو انسانی که هیچ معلومات دینی نداری، اصلا از تو آدمی که تمام خود در نزد کافر است. ها آیت کی میگه؟ تو در ببین تهمت میکنی، بعد من گپ زدم بو بیادب میگی. بیادب کی است؟ ببین بیادب کی است؟ بیادب نمی خودت است. مسلمان جواب من افتی؟ من مسئول نیستم که به هر یک جواب سوالی فلان آدم کافر است یا مسلمان رو جواب بدم. ادعا کرده که خود در پیش کافر هستند. شاید خود در کافر هستند. من چه قطع ببین شاید خود در پیش تو کافر هستند. من چه قطع ببین تو اگر ادب داشته باشی، خود در پیشت کافر باشم، من قطع چه گپ زنم؟ ادب داشته باشی، تو حاج گفته است که حاج گفته جهل رو ببین، گوش کن. جهل آیا در شرک اکبر عذر است یا نیست؟ گوش کن من اصلا در اینجا درباره ابن عبدالوهاب گپ رفته است. تو برای من بگو که برای چی در اینجا گفته است که باید که آواز اینو رو محکم کنی؟ برای چی؟ برای اون که گپ زنم. تو بگو جوابم بگویم. باید جوابم بگویم یا نه؟ جوابم بگویم یا نه؟ جواب گویم. به خاطر اون جواب تدوم میشه. ببین تو سوال دادی جوابت مباشر بگیر. ببین نمیمونه که اصلا صحبت کنم. ببین صحبت نمیمونه. صحبت که نباشد صحبت که چرا سوال میتی به من؟ آخر صحبت بکن. انا من خاموش میستم، کنی صحبت بکن. چکنی انا صحبت من همین که تو وقتی که در اومدی اینا رو گفتی که آوازشون رو محکم کن و این انسان محکم کرده. من وقتی که سر میکنم صحبت کردن آواز منو محکم کنی و منو ببره، چگونه این بحث میشه؟ از این جهت بیا بریم در یک کانال اهل سنت بشینیم صحبت کنیم. سوال دادی برادر یک لحظه که یک تهمت در من کردی، یک لحظه من در کجا مطلب بیان کردم؟ اصلا صبر بکنید برادر، گوش بکنید. قسم به الله اگر من همراه خودت اویس بحث میکردم، من میگفتم که صوت دیگران را محکم بکن. من گفتم صوت تو را محکم بکن به خاطر اون که ابو حنیفه صحبت کرده ایستاده بود، من همراه ابو حنیفه صحبت کردم. او سخنی محمد ابن عبدالوهاب گفت، من دروغ بودنش اثبات کردم که این سخنی خودی شما صوفیای قبوری است. این سخن به منباب رد ذکر کرده شدگی و گریخت رفت. انا کن نوبت تو تمام، دیگر هیچ کس بین موت نیست. نوبت من باشه بیا بریم در یک کانال اهل سنت صحبت میکنیم. بیا سبحان الله. من برای یک لحظه که همین موضوعی که می نویسن، این من به یک روشنی به همین موضوعی که می نویسن که بیا یک بحث در باب چی همین موضوع چی کنیم حل بکنیم. اما هر یک موضوع میدونین، اما اگر زوک تر نزنم هر دو صحبت میکنین گپی یگام تو نمیفهمین و یا یادت خارج میشین یا که چیکار میکنین دیگر همون صحبت شما را نمیفوره و همیجا حق بیان کنین. اینا مایل خیر این خطا کرد گفت مایل، ترام خطا کرد مایل، حق بیان کنین. آیا اینا دلیل پیشنهاد بکنین در باب چی؟ در باب همین دو شخصیتی که من نامش نوشته کردم با دلیل سند مردم و والله قسم از الله شرم کنین، بدنام نکنین دین الله به خاطر مزاج خطی در بین مردم یک شرف پیدا کنین. صحبت میکنیم. بسم الله. بای کانال یگان کانال اهل سنت بیایم ان شاء الله صحبت میکنیم. در این کانال در من گفتم که تو و دهانی خودت گفتی که کانال ذوق شما محکم کنین، اینا رو باید همین فرار نکنن. بیا فرار نکن. برای فرار نمیکنم. بیاین در اونجا گپ بزنیم. برای فرار کافی است. شرم بدار باور کن. دینت اثبات کرده نمیتونی. والله اگر شرم بدار صحبت کنیم. ما گفتیم وقت میتیم به تو. مثلا پیشتر امام هایت از موضوع بیرون شده برویم کم دیگر وقت میتیم. درباره یک مناظرتون چخیل کرده بوده معلوم نبود؟ امر اوضاعشون محکم کردین؟ مناظره یک دویمون همه بیادبی همینجا خودت کردی. من برای اون گفتم اوضاعت بکش، برای اون که من قطعی ابو حنیفه صحبت دارم. تو به همراه ما یک صدات میبراری چی بدنی صدا تعیین نیست. برای در کانال من بدرو صحبت میکنیم در اون کانال بدرو. کانال تو نمیذاریم به خاطر اینکه شما ببینید چی داره برادر
فرق موضوع را بیان میکنه. تمام آخه برادر تمام. ببینید حسن، ببینید الله شما را حفظ کنه. درست من گفتم که بکشین، لیکن به خاطر چی برادر؟ ببینید ابو حنیفه دارد میگوید که محمد ابن عبدالوهاب یک عصا رو گرفتند و گفتند که این عصا از محمد صلی الله علیه و بهتر است. من این باید جواب تیم یا نتیم؟ ابو حنیفه انتظار جواب است، این به همراه میشد، همراه گبه. ما نوبت دارم باید جواب میتیم. ما جواب دادیم که این سخن دروغ است، باطل است، بلکه این علمای خودتون گفت. شما بیچاره ها یک صفحه خونید جدا کرده نمیتونید که کدامش رد است، کدامش قولی باطل است. انا این جواب دادیم. انا کن نوبتی اویس اومده بود که کانال ما در گفته میگریزد. لیکن ما میگوییم محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله و ابن تیمیه رحمهم الله هر دویشون علمای اهل سنت و الجماعه هستند و هر دویشون البته که بشر هستند، انسان هستند و هیچگاه ما نمیگیم که اینها برای ما رب هستند، اینها همه کارشون حق است، درست است. نه، ما میگوییم ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب در مسئله اصول دین 100% اعتقادشون موافق اعتقاد سلف صالح بود و حق بودند. اما در مسائل بعضی از اجتهادی بله خطا کردند و اجتهادی در مسائل اجتهادی خطا کردن، این حتی از سبب اجتهاد باشد ثواب میگیرند، بوکه ندارد مسائل اجتهادی. اما در مسائل اصول دین اینها حق بودند. برای چه حق بودند؟ برای اینکه اینها اولا موحد بودند، بعد از اینکه کفر به طاغوت و براءت از کفار مشرکین داشتند و در کتابهایشان همینه به ما بیان کردند و هیچ بدیه برای امت نکردند. بلکه در زمان محمد ابن عبدالوهاب وقتی که اشعری ها، کلامی ها، قبوری، صوفی، الله خارشون کند اخزاهم الله، خیلی منتشر شده بودند، محمد بگویم احمد ابن عبدالحلیم ابن تیمیه رحمه الله، ابو العباس بر آمدند و مبارزه بردند ضد این کفریات اشعری ها، ضد کفریات ماتریدی ها، ضد کفریات قبوری ها، ضد کفریات رافضه ها مبارزه بردند. برای همین محمد ابن عبدالوهاب را این قبوری ها بد میبینند. همین اویس قبوری به نام اینجا دیگر بود چند تاجیکای قبوری، برای همین ابن تیمیه را بد میبینند. برای اینکه ابن تیمیه اینها را تکفیر کرده است، برای اینکه ابن تیمیه مشرکا را تکفیر میکنند، برای اینکه ابن تیمیه اشعری ماتریدی تکفیر میکنند، برای همین نو بد میبینند. انا همین یک مختصر گپ. در زمان محمد ابن عبدالوهاب که زیاده از 500 600 سال بعد از ابن تیمیه محمد ابن عبدالوهاب اومدند، 1115 1206 وفات کردند، در جزیره عرب در همون منطقه حاضر ریاض ریادی که پایتخت سعودی است، در همون منطقه مزارها زیاد بود، کفر و شرک زیاد بود، حتی زنها گردی همون درخت خرما دور میزدند. خیلی که اهل کتاب در گرد درخت ارچه دور میزنند و میگفتند که ای درخت خرما، ای درخت خرما به ما، ای نخل به ما شوهر بیا، به ما شوهر بیا. گفتم خیلی میکردن. همه قبر پرست شده بود. به سببی کی؟ به سبب این دولتی عثمانیه که خلیفه میگن دولت قبوری، دولت عثمانی قبوری به مانند حضرت طالبان قبوری. از این هم 1000 بار بدتر شده بود. همه جا کفر و شرک منتشر شده بود. محمد ابن عبدالوهاب برآمدن، این قبوری های انکار کردند، عملشون شرک، خودشون مشرک گفتن، دعوت کردن. چیکاری بد کردن؟ خطی مشرکین جنگیدن. الله سبحانه و تعالی اگر به امت امروز با هم خیلی محمد ابن عبدالوهاب بیارد، با طرفداری میکنه، به زیرا که محمد ابن عبدالوهاب عالم، علامه، هم علم هم عمل داشتن. چرا محمد ابن عبدالوهاب را رافضه ها، اشعری و ماتریدی و به خصوص صوفی قبوری بد میبیند؟ برای اینکه محمد ابن عبدالوهاب قبوری ها را کافر مشرک گفتن. دیگر هیچ چیزی بد نیست. هر روایت هایی که دروغ است بعد از این اینها رافضه ها و قبوری ها گفتن اومده. امروز به نام مذهب ابو حنیفه این توجیه بچه‌ها می آید و میگه که محمد ابن عبدالوهاب این گفتن این بیچاره شرم نمیدارد که این سخنهای رافضه ها گفته است. این سخنهای رافضه ها گفته است. ما صفحه کتاب نام کتاب گفتیم. رافضه ها این سخن گفته است. سبحان الله. بعد از این میگه که تو شیخای خودت کافر میگویی محمد ابن عبدالوهاب از نظر تو کافر است. نه، این فکری تو است. رویس قبوری شرمنده ای که دین خودت دفاع کرده نمیتونی. الله هدایتت بکند. ببین
محمد ابن عبدالوهاب فکری که تو میگوی این از فکری بافته خودت است، قبوری دروغ میگوی. محمد ابن عبدالوهاب علامه اهل سنت و الجماعه، این یکی از مشایخ علمای اهل سنت و الجماعت است. محمد ابن عبدالوهاب از نظر ما مشرک هم نیست، کافر هم نیست. بار دیگر میگم رحمه الله. اما مقصد این قبوری ها همین است که اینها میگن که محمد ابن عبدالوهاب آذری بود و ابو محمد آذری ها را مشرک میگد، به خاطر همین ابو محمد ابن عبدالوهاب مشرک شد. این باطل است، این دروغ است. محمد ابن عبدالوهاب آذری نبود. من حالا یک کتاب میگم، برادرایی که برادرای خودم هستند اهل توحید نظر بکنید، والله علم به روسی این کتاب ترجمه هست. به برادر ادریس برایت، برادر ادریس همین کتاب ترجمه روسیش که شما بمیتید. این کتاب نام کتاب سیر، مختصری سیر نبی محمد ابن عبدالوهاب، همین سیره پیامبر مختصر میکنند. در صفحه از 30 تا 50 درباره آذری ها گپ میزنند. در صفحه 40 میگویند که محمد ابن عبدالوهاب در همینجا میگن که اذا صدقتهم، ای مسلمان میگن اگر تو همین آذری های سخنی شوی راضی شوی، همون های تصدیق کنی، گویی که آذری راست میگوید، بگویی فقد کفرت بما انزل الله علی نبی، به تحقیق تو کافر شده ای به همون چیزی که الله به نبیش نازل کرده است. یعنی ببینید آذری ها را صدها بار کافر گفتند. آذری را گپی محمد ابن عبدالوهاب درباره سیوم نفر برفته شده است که ای موحده کی آذری رو سبیر حسان نامردی نک آذری کی ببینید یک موحده کی آذری رو تکفیر نکند و آذری راست میگوید، خودش مشرک است. این سخن محمد ابن عبدالوهاب که هم مشرک تکفیر کردن، هم آذری المشرک تکفیر کردن، هم سوم آدمی که آذری مشرک است، اگر مشرک آذری المشرک طرفداری کرده تصدیق کنه مشرک است. کتاب سیر النبی، مختصر سیر النبی، صفحه 40 و 41 نظر بکن. پس چخل میشد که محمد ابن عبدالوهاب عذر بیتیان. انا کن یک شبهه که برادرها به من خبر دادن که این قبوری های صوفی یک شبهه گذاشتن. شبهه این است که محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله گفتند که ما تکفیر نمیکنیم کسایی که قبر عبدالقادر جیلانی عبادت میکنند. سبحان الله، این بهتان است، این بهتان عظیم است. اولا ما صفحه نام کتاب حال نمیگوییم. اگر شما مرد باشید و طالب علم باشید و دروغگو نباشید و سخن از کتاب گرفتگی باشد و از یگان جا نگرفتگی باشد، بیایید کدام کتاب کدام صفحه به این سخن گفتند حضرت محمد ابن عبدالوهاب و رحمت الله و برکاته. شیخ یک چیز بگم به برامبران ان شاء الله. هم اویس مشرک کفر بر طاغوت نداره اول، همین گفتم. بله معروف است. بله اینو به شک نیست. ما اینو میشناسیم. طاغوت نداره با مدد نه چی میکنن. ما اینو آشکار واضح میگیم که اینو مشرکینند. اگر مشرکین نباشن برای دفاع کند از همین قبر پرستی دینش، اینا مشرک است. اینها به خاطر چی با محمد ابن عبدالوهاب ابن تیمیه و با ما ببین مخالفت دارد؟ به خاطر اینکه ما مشرک میگیم، ما اینا مشرک میگیم، صوفی قبوری مشرک میگیم. اینها بعد به ما میبرد ضدیت میکرد. اینا کفر به طاغوت از کجا میدارد؟ الله هدایتش بکنه. ما دعا میکنیم الله هدایتش بکنه. لیکن همین قبوری های به همین قبوری ها سوال بیتید. وقتی که سخن محمد ابن عبدالوهاب میگه سوال بیتید که از کدام کتاب محمد ابن عبدالوهاب همین گفت، از کدام صفحه گفت. قسم به الله اینو گفته نمیتواند، زیرا که اینها به همین آذری ها فقط بریدگی همین سخن محمد ابن عبدالوهاب بریده میتید. اینا نمیداند که این کدام کتاب به اولین گپ چی، آخرین گپ چی، سبب این گپ چی، این درباره کدام کفر است، کفر اسم است و کفر تعذیب است. لیکن الحمدلله این کتاب در نزد ما هست، صفحهش هست. والله بالله تالله انا من حاضر این کتاب در نزد من کشودگی است و ما میدونیم و ما این به جوابم یک بار داده بودیم در درونی درس و غیره در ایموکی. به خاطر چی محمد ابن عبدالوهاب این سخن گفت؟ این یک نامه به شریف بود. میگن که ما 4 نمود مشرکا را تکفیر کرده میکشیم، اما غیر از این 4 نمود دیگر مشرکا را مشرک گویم هم اما تکفیر نمیکنیم. معناش این که اسمش مشرک است، کافر است، اما ما اینها تکفیر معذب نمیکنیم، یعنی ما اینها نمیکشیم.
هر کسی که رفته عبدالقادر جیلانی قبرش عبادت کند ما اینها رفته یک بار هجوم کردن نمیکشیم از سبب جهل. اول حجت رسونده بعد به قتل میبریم. اما تو اینو مشرک است قبوری ها دروغو ها. لیکن اگر برادرها خسته نباشند من یک جوابی انا همون سخنی بارک الله فیکم ابن تیمیه را بگیم محمد ابن عبدالوهاب اگر خسته نباشین ببینید یک شبهه هست برادر عزیز. امروز یک قبوری برآمد اویس قبوری بود یا دیگرش اینها گفتند که محمد بگیم عبدالوهاب رحمه الله عذری هستند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه محمد ابن عبدالوهاب گفتند که ما همون کسایی که قبری عبدالقادر جیلانی رو عبادت میکند کافر نمیگیم. ببینید همین سخن در کجا آمده است؟ این در یک رساله آمده است. شریف یکی از انسان‌های معروف به محمد ابن عبدالوهاب نامه می نویسد و میگوید که ای محمد ابن عبدالوهاب تو کدام مشرک ها رو یا کدام انسان ها رو مشرک گفته قتل میکنی، کافر گفته قتل میکنی و کدام انسان ها رو قتل نمیکنی؟ سوال میگوید. محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله همینجا جواب میده. نامه به اخوان میگن، نامه به شریف میگن. این نامه را در همینجا آمدگی است که میگویند که بسم الله الرحمن الرحيم إلى الإخوان سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ما ذكرتم من قول الشيخ كل من جحد كذا وكذا وقامت عليه الهجة وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم هل قامت عليهم الهجة فهذا من العجب كيف تشكون فإن الذي لم تقم عليه الهجة. البته در اولین رساله هست ببینید اول ما رساله شریف رو ببینیم کمی زلمتم فإن هذا لم أنتم فيه كفر. قال الشيخ رحمه الله في رسالته إلى أحمد بن عبد الكريم بارك الله رحمه الله تعالى في رسالة عامة للمسلمين وقال ما ذكره المشركون على أن أنهى عن النبي. این خیلی رساله دراز است که کوتاه‌تر کنیم به خاطر وقتمو زیاد نرفتن. ببینید الذي هم على خلق الله بكلام الإمام محمد بن عبد الوهاب كيف وهم الذين تربوا ونشأوا من كلام العلماء جواب هذا القول المشبه. بارك الله فيك. اولا ما یک سخنی آشکار میبریم. شيخ الذي أزال عنك الإشكال في كفر من عبد الوثن الذي على قبر يوسف وأمثاله ودعاهم في شدائد والرخاء وسب دين الرسول بعدما أقر به ودان بعبادة الأوثان بعدما أقر به وليس في كلام هذا مجازة بل أنت تشهد به عليهم ولكن إذا أعمى الله القلب. أشكر واضح همجا محمد بن عبد الوهاب قبر پرستور تکفیر کردیسون. در جای دیگر میگند قال فإذا كفرنا من قال إن عبد القادر والأولياء ينفعون ويضرون. یعنی گفته است که ما تکفیر میکنیم کسایی رو که عبدالقادر رو میگن که یا عبدالقادر رو یا اولیا نفع میدهد فایده میدهد کسی گفت ما تکفیرش میکنیم. ما تکفیرش میکنیم. یعنی سخن محمد ابن عبدالوهاب رو شما جمع کرده بگیرید و نتیجه سخن همین است که بارک الله فیکم محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله به شریف میگویند که ما یک قسم از انسانها رو مشرک میگوییم و کافر میگوییم و اونها که میجنگیم و اونها را به قتل میرسونیم و یک قسم دیگر از مشرک ها رو ما بارک الله فیکم مشرک میگوییم اما به اونها نمیجنگیم. یعنی اونها را یک باره به قتل نمیرسونیم. اول اونها به حجت رسونیم بعد تکفیر میکنیم. بارك الله فيك. أنا أمين نتيجة سخن والله أعلم. ما شاء الله خیلی برادر انا که شنیدن مرا در این باب یعنی محمد ابن عبدالوهاب بسیار میگفتند انا که بعد میگن یک دلیل میارن خیلی بعضی انسان که علم ندارن کلون ادم و لما یجهل کل انسان دشمن است که همون چیزا نمیدونه بعد دشمنی میکنه در اون چیز مثل که رسول الله کذاب یعنی که ساحر جادوگر دیوانش میگفتن و مثل که
باز یک کافر پرس در باره رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ نه که همون چیزی که همون دشمنای اسلام تعلیمش دادین همو بیان میکنه. اگر او خودش بخونه تاریخ رسول الله و غمخوری شوه خودش میفهمه و ایمان میاره به رسول الله. اما که همین شخصیت را که بعد میگن خود چون که تحقیق نمیکنن دشمن چیزی از که نمیدونن به دشمنی میکنن. برای برادر من برای همه نوشتم. برای همه نوشتم. کتاب الدر الرسانیه به نظر بکنید. کتاب الدر الرسانیه به نظر بکنید این نامه وجود دارد. شیخ الاسلام رحمه الله میگن که سألنی شریف اما نقاتل علیه و اما نکفر به الرجل. موضوع اولش همین موضوع اگر این عذری ها فهمد باید فهمد که سخن بریدن این یک کار خیلی بد است. عذری ها باید تهمت میزنن که سخن میبری گفته، لیکن خود این عذری ها همون عیب خودشون به ما میزنن. خیلی که دوز دیگر انسان ها را دوز میگوید، آدمی بد دیگر انسان ها بد میگوید. این عذری ها که سخن علما را فقط میبرند اینها ما همین خیلی میگن. ببینید اولین موضوع این است که محمد بن عبدالله میگن که من را شریف پرسید. شریف من سوال کرد که اما نقاتلو به خاطر چی ما می جنگیم آدم ها کتی آدم های میکشیم و اما نکفر به الرجل و به خاطر چی یک آدم تکفیر کرده همون کتی می جنگیم. فاجبته من انکون هم به جواب میتیم و بینت له ایضا الكذب الذي بهت به الاعداء. من این به جواب دادم و بیان میکنم که همون کسای دشمنان ما به چی تهمت کردن. مکنون بعد از این فسألنی ان اکتب له، بعد از جواب دادنم شریف من خواست که من و به نوشته جواب بدم. فاقول، بعد از این ابن محمد بن الله گفتن که فاقول و ما میگوییم ارکان اسلام خمس است. اول شهادتان است گفتند، ثم ارکان چهار دیگرمان. فالاربعه اذا اقر بها وتركها تهاونا فنحن وان قاتلنا على فعلها فلا نكفر بتركه. همین چهار ارکان اسلام با کسی که اقرار کند و ترک کند به سبب تهاون باشد ما اگر جنگی هم تکفیر نمیکنیم. اما علما اختلاف کردند در کفر تارک لها کسلا من غیر جهود ولا نقاتل ما اجمع عليه العلماء. یعنی اینجا درباره سخن میکنند لیکن نوع اول میگویند یعنی کسایی که ما با کافر مشرک گفته میکشیم. من عرف ان التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرنا للناس وأقر أيضا أن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر والبشر الذي هو دين غالب الناس هو الشرك بالله الذي بعث الله رسوله ينهى عنه ويقاتل أهله ليكون الدين كله لله ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه. يعني هر کسی که داند که عبادت کردن غیر الله این کفر است، اما بعد از این با توحید نامزد ما گفتیم که می جنگ بین کفر میگه میکشه. فهذا کافرون و هذا کافر نقاتله بکفره گفت ما اینو میکشیم گفت. اما ببینید بعد از 4 نمود آدم های نقل کردن مشرکا رو میکشیم گفتن، اما گفتن که یک نمود انسان ها رو ما مشرک میگوییم و به اون نمیجنگیم. کسایی که جاهل باشد قبر عبدالقادر جیلانی رفته عبادت کند ما این آدم های جاهل میگیم مشرک میگیم، اما یک بار اینو قتل نمیکنیم اول حجت میرسونیم. این متن طالب علم خیلی خوب بگیرید بخونید، در کتاب الدرر الرسانیه وجود داره، ان شاء الله مفید است. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در پناه الله باشید.